المعرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. پیش از شروع صحبت یک یادآوری میخوام داشته باشم، تذکری هم به خودم هم به شما عزیزان، و این است که 2 دهه از ماه مبارک رمضان گذشت. دهه آخر ماه رمضان باقی موند. در روایات داریم که دهه آخر ماه مبارک رمضان که میرسید، پیغمبر اکرم بستر خوابش رو جمع میکرد. از شبها و روزهای ماه مبارک رمضان در دهه آخر نهایت استفاده رو میبرد و از 3 شب احیا 1 شب گذشت، 2 شب دیگر باقی موند. یکی از این 2 شب امشبه، شب 21 ماه مبارک رمضان که هم شب نزول قرآن است و هم شب شهادت قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه باشد. فرصت‌های طلایی است که خدای متعال به هممون مرحمت کرد. توصیه‌ام به خودم به همه دوستان این است که از این 2 شب باقی مانده احیا و از این دهه آخر ماه مبارک رمضان نهایت بهره رو ببریم، چون الان زمان عمل است. الیوم عمل. چون معلوم نیست در این شبهای قدر برای هر یک ما چه چیزی مقدر شده. آیا تا سال دیگر، ماه رمضان دیگر زنده هستیم یا خیر؟ بودن کسانی که ماه رمضان سال قبل در میان ما بودن اما امسال نیستن. ما هم معلوم نیست که آیا ماه رمضان سال آینده و شبهای قدر سال آینده را درک کنیم یا خیر. آن که خدا این نعمت حیات رو به ما داد، به غفلت نگذرانیم و از روزها و شبهای ماه رمضان نهایت بهره رو ببریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ مطلع جانتے ہیں کہ 20 دن تقریباً ماہ مبارک رمضان کے ختم ہو چکے، تو اب 10 دن بچے ہیں جس میں شبهای احیا، لیالی قدر، اس کا بھی ایک دن جو ہے وہ گزر گیا، 19ویں شب. تو یہ ہمارے لیے بہترین فرصت ہے، اور روایت میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ مجمعین ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو صرف عبادت اور عمل کے لیے مہیا کرتے تھے. رخت خواب، بیڈ وغیرہ یہ سب، سونا، عیش و آرام، یہ سب چھوڑ دیتے تھے. تو ان 10 دنوں میں خصوصاً شبهای قدر میں، اب آج بھی 21ویں شب ہے، اس شب میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور اسی شب میں مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے. اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین فرصت ہے کہ ہم آج اعمال اچھی طریقے سے انجام دے دیں، کیونکہ یہ دن عمل کا ہے. یہ پتہ نہیں کہ خدا کریم نے ہمارے لیے سال آئندہ ہمارے لیے کیا مقدر کیا. تھے بہت سارے لوگ جو پچھلے سال تھے جنہوں نے
احया किया था शब-ए कद्र में लेकिन आज नहीं है। तो हमें इन 10 दिन से काफी इस्तेफादा करना चाहिए, खुसूसन जो लयाली कद्र है, आज की शब और जो 2 दिन बाद जो शब है, इंशाअल्लाह हम उसको सही से इस्तेफादा करें. خب برگردیم به بحث خودمون. گفتیم فصل دیگری که در باب صبر مطرح است راه‌های تحسین صبر و یا افزایش صبر. واقعا حیف انسان در سایه بی‌حوصلگی و بی‌صبری ارزش‌ها و فضائل رو از دست بده. دیروز یک راه از راه‌های به دست آوردن صبر یا افزایش صبر رو گفتیم عبارت از آگاهی و شناخت. امروز عامل دوم رو میخوام بیان بکنیم، اما قبلش یک تذکر میخوام بدم. با این است که عزیزان هیچ ارزش و فضیلتی نیست مگر اینکه خداوند راه به دست آوردن او یا افزایش او را در قرآن و ولایات اهل بیت بیان کرده است. هیچ ارزشی نیست، هیچ فضیلتی نیست مگر اینکه راه به دست آوردنش رو قرآن و اهل بیت بیان کرده. از آن طرف هیچ رذیله و ضد ارزشی نیست مگر اینکه خدای متعال در قرآن و روایات اهل بیت راه‌های زدودن و از بین بردن این را هم بیان کرده است. یعنی چگونه متصف به ارزش‌ها بشیم یا چگونه ضد ارزش‌ها را از خودمون دور کنیم. اولین راهنما رو خدا در درون خودمون گذاشته است. بله؟ اولین راهنما در درون خودمون هست. در سوره شمس می‌خونیم که فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و تقواها. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و تقواها. خدا در درون هر انسانی یک نوع الهام قرار داده. به نفس انسان الهام کرده خدا. چی الهام کرده؟ فجورها و تقواها. کارهای زشتی که از این نفس در میزنه چیه؟ و چیزهایی که باعث میشه انسان از ضد ارزش‌ها خودش رو نگه بداره چیه؟ یعنی خدا خوبی‌ها و بدی‌ها رو به انسان الهام کرده. بله؟ پس اولین راهنما در درون خودمون هست. از این گذشته خدای متعال به ما عقل داده است و از آن طرف راهنمایی‌های فراوانی قرار داده از انبیاء علیهم السلام و ائمه معصومین. پس بنابراین هیچ سوالی نیست مگر اینکه خدای متعال جواب اون رو برای ما آماده کرده است. سوالی که دیروز مطرح کردیم بودیم اینه: اگر من صبر ندارم چطور صفت ارزشمند صبر رو به دست بیارم؟ یا بعضیا سوال میکنن آقا من تلاش میکنم صبور باشم اما زود از کره در میرم، چطور من این صبر خودم رو، خویشتن‌داری خودم رو افزایش بدم؟ عزیزان صبر خیلی خوبه. خدا از قول موسی چنین میکنه: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا. اول چیزی که خدا که موسی از خدا میخواد شرح صبر. بله، سینه گشاده داشته باشد، تحمل پذیریش خیلی. چرا؟
چون موسی میخواد با فرعون در بیفته، در افتادن با طاغوت، با نازک نارنجی بودن، کم گوشمه بودن و کم صبر بودن سازگار نیست. و انسان بخواد دست به یک کار بزرگی بزنه نیاز به صبر و تحمله. و چطور ما این گوهر ارزشمند رو به دست بیاریم؟ درست کردیم. من یک فحصی کردم در قرآن روایت، 10 عامل برای تحصیل صبر در قرآن بیان شد. اب ہم اپنی بحث کی طرف لوٹ آتے ہیں. ہم نے کہا ایک اور چیپٹر یہاں پر، ایک اور فصل صبر کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کریں گے. کل ایک جو ہے وہ یہ سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ صبر حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی کم صبری کا شکار ہے وہ کیسے اپنے آپ کے اس صبر کو تقویت کر سکتا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے عوامل ہے، فیکٹرز ہے جس سے ہم اپنے صبر کو ایجاد کر سکتے ہیں یا اس صبر کو جو ہے وہ افزائش اور آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس بات میں ہم دوسرا عامل جو ہے دوسرا فیکٹر اس کے حوالے سے بیان کریں تو اس نقطے کا ذکر کرنا یہاں پر مناسب ہے کہ کوئی بھی فضیلت نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس راستے نہ ہو، اور کوئی بھی ایسی رذیلت اور برائی نہیں ہے جس کے لیے ہمارے پاس اس رذیلت اور اس برائی سے لڑنے کے لیے راستے فراہم نہ ہو. تو ہر چیز کے لیے خداوند کریم اور قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے نسخہ پایا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے خداوند کریم نے ہمارے اندر ہی ہمارے لیے رہنما مقرر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اس آیت کے حوالے سے ہمارے اندرون جو ہے وہ انر سائٹ ہماری جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ برائیاں ہیں، ان سے کیسے لڑنا ہے، یہ اچھائیاں ہیں، ان سے کیسے ان کو اپنانا ہے. تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہمارے اندر ہی پائی جاتی ہے. اس کے بعد عقل خداوند کریم نے دی ہمیں. اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء بھیجے ہیں، ائمہ صلوات اللہ علیہم مجمعین بھیجے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ فرعون کے ان آیات کو اگر دیکھے ہوئے جو ان آیات میں فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے چیز جو ہے یہ کہ ہم شرح صدر خداوند کریم سے مانگے، کیونکہ جب تک ہمارا جو ہے وہ شرح صدر حاصل نہ ہو تو ہم جو ہے وہ ایک بڑے طاغوت اور ایک بڑے منافق اور کافر سے نہیں لڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، جس کے لیے واقعا صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ وہ دوسرا عامل ہم بیان کریں. عامل دوم که قرآن و روایات برای به دست آوردن صبر به ما ارائه میکنند داشتن اراده قوی و همت عالی است. بله، انسانهای بلند همت دارای صبر و استقامتند، اما کسانی که اراده قوی ندارن و همت بالا ندارن آدمای کم حوصله هستن. و انسان وقتی مقصد بلندی داره، همت بلندی داره، میخواد به اون مقصد برسه، حتما باید دارای صبر و حوصله هم باشه. ببین عزیزان، با یک قله مرتفعی را در نظر بگیرید، هدف یه عده اینه که حتما به اون نوک قله برسن. از همون اول تصمیمشون جدی است که قله را فتح بکنن. شما میدونید رسیدن به اون قله بی زحمت نیست، گرسنگی داره،
تشنگی داره، خستگی داره، احتمال سقوط دارد. طرفی که همتش بلنده که فتح قله باشد، همه این سختی ها که گفتم تحمل میکنه. همت بلند آدم را در مسیر صبر میکشونه. شد گرسنگی میگه تحمل میکنم، تشنگی تحمل میکنم، سختی ها را تحمل میکنم، سقوط را هم به جان میپذیرم، چون هدفم فتح قله است. اما یک عده تا میان تو دامنه کوه و بنات کنید چشمشون به قله میفته، دیگه اونجا اصلا امکان نداره آدم به اونجا برسه. لذا شروع میکنند به نک زدن. اگر میخوام بریم آذوقه دارم یا ندارم، تشنگی چی میشه، گرسنگی چی میشه، سرما چی میشه، گرما چی میشه، هزار یک بهانه میاره. درست شد؟ لذا از فتح قله و رسیدن به قله محروم میشود. پس یکی از راههایی که انسان میخواد اهل صبر باشد، باید آدم بلند همتی باشه، باید آدم بلند همتی باشه. اگر این همت باشیم، همت های ما پایین و پایین باشه، انسان های میشیم نقمزن، انسان های میشیم کم تحمل. दूसरा आमिल अगर हमें जो है वो सब्र हासिल करना है, उसके लिए जरूरी है हमारा इरादा जो है वो मुस्तहकम हो, इरादा हमारा मुस्तहकम हो और हिम्मत जो हमारी बुलंद हो, तभी जाके हम जो है वो उस काम में मुवफ़्फ़क़ हो सकते हैं। अगर हमारी जो है वो हमारा इरादा मुस्तहकम हो, बुलंद हिम्मती हम में हो, तो हम सब्र कर सकते हैं। इन्होंने मिसाल दी है, अगर कोई जो है पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चाहता है तो जाहिर सी बात है आपको ये फर्क करना है, वहां आपको पहुंचना है। जब आप पहाड़ के नीचे आते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, तो अगर आपकी बुलंद हिम्मत और इरादा मुस्तहकम न हो, उसकी ऊंचाई को देख के, उसके मसाइल को देख के, गुरस्तगी, तशनगी, खस्तगी, हर चीज को देख के कि हमें उस कुल्ले तक, हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, तो उसमें परेशानियां बहुत है। अब अगर इंसान जो है वो उसका इरादा मुस्तहकम हो, वो कहता है कोई बात नहीं है, हम ये सब सारी चीजें तहम्मुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है उस ऊंचाई पे पहुंचना, तो हर चीज तो फायदा आता है। और तशरीगी, गुरस्तिगी, ये सब सारी चीजें मोल लेता है, क्योंकि उसका हदफ वो ऊंचाई होते है, चोटी पे पहुंचना होता है। लेकिन इसके बरक्स जो है वो एक आदमी जब पहाड़ के दामन में पहुंचता है, वहां पहुंचता है, देखता है पहाड़ की ऊंचाई, तो वो डरने लगता है, क्योंकि उसमें जो है वो इरादा उसका मुस्तहकम नहीं होता है। वो कहता है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास खाना पीना नहीं है, तो मैं कैसे उस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाऊं। तो ये सुस्त इरादा है, इसके पास इरादा मुस्तहकम नहीं है, तो ये उस ऊंचाई तक पहुंचने से कासिर और बाज रहता है। लिजा अगर हमें जो है वो किसी काम में उसके आखिर तक पहुंचना है, तो हमें हमारे इरादे मुस्तहकम होने चाहिए, और इरादे मुस्तहकम जो है उसका नतीजा है वो सब्र। چند سال پیش این داستان خیلی آموزنده است. یک آقایی شغلش پینه زدن کفش ها و داغ زدن کفش دیگران بود. از این نام حلال به دست می آورد. اما یک همت بلند داشت. گفت خودم تو زندگی کاری نشدم، چون زمینه برام جور نشد، اما با همین دستهایم زحمت میکشم، پول به دست میارم،
اما بچه های خودم را در مسیر تحصیل علم باید به اوج برسانم. پسرش یکی از نخبگان کشور شده بود. اون روزی که میخواستن از این پسر تجلیل کنن، پسر گفت یه فکر نابجایی تو ذهنم اومد، چون اعلام کردن افراد خانواده خودشون رو هم بیارن. میگه من تو فکر فرو رفتم که این پدری که الان پیر شده ولی با همون دستای زحمت کشد که کفش‌های مردم را پیره میزد، بسته میزد، واکس میزد، از آن را پول در آورد ما را به اینجا رساند، الان در میان افراد تحصیل کرده بگویم این ریشه من است، این پدر من است. میگه پا روی نفس خودم گذاشتم، پدرم رو آوردم تو اون مجلس. وقتی نوبت من شد، اونجا با کمال افتخار پدرم را تو اون جمع معرفی کردم. گفتم اگر امروز تو این سطح از شرف قرار گرفتم، گرچه زحمت کشیدم من، ولی همه چیز زیر سر بلند همتی این پدر بود که همت به خرج داد، زحمت کشید و به ما تأکید کرد من زحمت میکشم تا شما به قله‌های رفیع دانش برسید. عزیزان، بله گاهی اوقات انسان با امکانات کم ولی با بلند همتی میتواند یک خانواده بزرگی را درست بکنه. اما افرادی میبینیم همه امکانات رو دارن اما چون همت ندارن اینها به جایی نمیرسن. एक स्टोरी है, छोटी सी दास्तान है. बहरहाल एक कपाश की जो पॉलिश वगैरह करता था, उसका जो जाहिर सी बात है उसका काम बेचारे का इतना बड़ा काम नहीं है कि वो किसी अच्छे काम तक उसकी रसाई हो, अच्छे काम कर सके. लेकिन उसने ठान ली थी कि मुझे जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको आला तालीम से नवाजना है. तो उसने क्या किया, उसने मेहनत करके जो पॉलिश वगैरह करता था, जूते सीलता था, उस बेचारे ने पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाया. तो उसका बच्चा जो पढ़ के बहुत ही टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड इंसान बन गया. बहुत ही आला दर्जे की तालीम उसने हासिल की. जब आला दर्जे की तालीम हासिल की तो मुल्क में उसका जो है वो बहुत चर्चे हो गए और एक फंक्शन में ये कहा गया कि उनको जो है इनामात से नवाजा जाएगा. तो जब इनामात से उनको नवाजना था तो उसके जहन में एक फिक्र आई. वो ये कहने लगा कि भाई यहाँ तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बड़े लोग हैं. तो आज उसके जहन में एक शैतानी फिक्र आ गई कि मैं अपने बाप को बुलाऊं, बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि वो कपाश है, पॉलिश करने वाला आदमी है. तो लेकिन एक दफा जो है वो उस फिक्र, गलत फिक्र को उसने अपने जहन से निकाला और जब उसकी नौबत आई इनाम लेने की तो आके उसने कहा ठीक है, अपने बाप को बुलाया स्टेज पे और कहा कि जो भी मेरी मेहनत है, जो भी मेरा आज में मकाम है मेरा, ये मेरे वालिद की वजह से है, जिसने जो है वो बहुत ही कम इम्कानात की वजह से जो है वो मुझे यहाँ तक पहुंचा है. देखिए, इम्कानात अगर कम हो तो कोई बात नहीं है, हिम्मत बुलंद होनी चाहिए. इस इम्कानात से इंसान ऊंचाई में पहुंच सकता है. लेकिन कभी क्या होता है, इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन जब हिम्मत ना हो, बुलंद हिम्मत या आप में न हो, वो इम्कानात आपको उससे कोई फायदा नहीं. من 3 آیه در رابطه با نقش بلند همتی برای تحصیل صبر از قرآن براتون عرض میکنم. اول آیه 186 سوره آل عمران.
قرآن اینجور میفرماد ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. اگر شما اهل صبر و استقامت باشید و در مسیر اطاعت الهی تقوا را پیشه کنید، بعد علت به وجود آوردن صبر رو بیان میکنه. اگر اهل صبر شدید، اگر اهل تقوا شدید، فان ذلک من عزم الامور، این صبر مثل زدنی به این تقوا ریشه در عزم طولانی دارد، همت بلند داره. معناش اینه که اگر دارای همت بلند باشید هم اهل صبر میشوید هم اهل تقوا میشوید. اما اگر انسان دارای تصمیم طولانی به همت بلند نباشد، نه اهل صبر میشود نه اهل تقوا میشود. افراد بی تقوا کدام که هستن؟ معمولا که میلرزن، افرادی که همتشون پایینه، ارادهشون ضعیفه. اما کسانی که ارادهشون طولانیه، نه. در حالاتی که از بزرگان همین چند روزی پیش میخوندن، دختر یکی از پادشاهان میگه از قصر بیرون زد، به هر دلیلی شبانه وارد به یک جایی شد. اون طرف هم مجرد نیست، یک دختر رو در اون اتاق خودش به حجره خودش جا داد. نصف شب شیطان اومد این پلنگ جوان رو وسوسه کردن. اما این آقا عزم بلند به همت بلند داشت. سوالاتش خوندن. اول اومد یک انگشت خودش رو روی آتش گرفت، یه انگشتش سوخت، در گرفت دیگه. هدفش این که آلوده به گناه نشد. شیطان اومد اونقدر وسوسه کرد، اون دختر رو زیبا جلوه داد، این درد انگشته را فراموش داشت میکرد. در انگشت دوم را سوزوند که آلوده به گناه نشه. باز شیطان اومد وسوسه کرد، این درده داشت تحملش آسان میشد. انگشت سوم، سوالات این عالم من خوندن که تا صبح میخواست بشه تمام این 10 تا انگشت دستش رو گذاشت روی آتش که مبادا دامن پاکش آلوده به گناه بشه. فردا اون دخترها رو گرفتن، یه عده اومدن علیه این آقا شهادت بدن که ایشان نسبت به این دختر تعدی کرد. اما این دختر یه جمله گفت این جوان آدم پاکدامن است. گفت شاهد، گفت برید انگشتای سوخته شده او رو ببینید. گفت به خاطر اینکه به من تعدی نکنه از اول شب تا صبح تمام این انگشتاشو سوزاند، مانع میکرد، تحمل میکرد تا مبادا دامن پاکش آلوده به گناه بشه. قرآن میفرماد ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. اگر دیدید اهل صبر شدید، اگر اهل تقوا شدید، این صبر و تقوا ثمره و میوه چیه؟ داشتن عزم طولانیه، داشتن همت بلنده. یعنی آدمی که دارای اراده قوی باشه، همت بلند باشه، زود صبر و تحملش از دست نمیده. زود تقواشو کی زود در برابر ایمان زانو میزنه، پاش میلرزه؟ کسی که دارای اراده آهنین نباشه. کی میاد
در برابر پیشنهاد رشوه کدام قاضی میاد در برابر دادن رشوه یک حکم ناحق امضا میکند، صادر میکند، به پاش میلغزه، قلمش میلغزه. اون قاضی که دارای اراده قوی و عزم پولادی نباشه. کی میاد به راحتی شهادت ناحق میده؟ جای قاتل و مقتول رو عوض میکند. بله، کسانی که دارای اراده قوی و همت بلند نباشه. اما کسی که بلند همت باشد، اراده قوی داشته باشه، هیچ وقت قدمش نمیلغزد، قلمش نمیلغزد، زبانش نمیلغزد، چشمش نمیلغزد، گوشش نمیلغزد، در یک کلمه ایمانش نمیلغزد. این وعده خداست. ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. بلند ہمتی کے حوالے سے یہاں پر میں 3 آیات کا ذکر کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی آیت جو ہے وہ 186 آیت آل عمران الظاہر، تو اس آیت مبارکہ میں ہے ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور۔ دیکھیں بلند ہمتی انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا عامل ہے، اگر آپ کی ہمت بلند ہو تو آپ صبر کر سکتے ہیں۔ تو اس آئے میں حقیقتاً یہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے صبر کیا یا اگر آپ صبر کریں گے یا اگر آپ تقویٰ آپ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک بلند ہمت چاہیے۔ اگر آپ نے صبر کیا اور آپ تقویٰ ہو گئے تو اس کے لیے آپ کا ارادہ جو ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے۔ بس ارادہ مستحکم سے انسان متقی بن سکتا ہے، ارادہ مستحکم سے انسان صابر بن سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لڑکی کا ذکر کیا جو آپ نے اس پیلس سے اپنے اس کاخ سے نکل کر باہر آئی اور جو ہے وہ اچانک کسی ایک گھر میں چلی گئی، اتفاقاً وہ گھر شاید ایک طالب علم کا تھا۔ تو ایک خوبصورت لڑکی شہزادی جب اس کے کمرے میں آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اکیلا مجرد انسان، اس کے ذہن میں شیطانی وسوسے آ گئے اور وہ اس کے ذہن میں شیطانی فکر آ گئی، لیکن کیا کرنا تھا، اس کو بچنا تھا، وہ متقی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے یہ دیکھا کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب ہی جو ہی وہ فکر شیطانی فکر اس کے ذہن میں آ گئی، وہ جا کے جو ہے وہ اپنی انگلیاں جلانے لگا۔ پہلے ایک انگلی جلائی، پھر وسوسہ، پھر دوسری، پھر تیسری، تو کہتے ہیں آخری شب تک اس نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں جلا دی تاکہ اس فحشاء سے جو ہے وہ بچ سکے۔ تو جب کل دن ہوا تو وہ جو پیلس والے آ گئے تو دیکھا یہ لڑکی جو ہے وہ ملی انہیں، تو کہا گیا کچھ لوگوں نے یہ ان کے پاس گئی تھی، اس گھر میں گئی تھی، تو شاید انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان سے برا سلوک کیا ہو۔ تو جب یہ بات آ گئی تو لڑکی نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، وہ آدمی پاک ہے۔ اس نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے گا اس کی انگلیاں دیکھیے آپ، اس نے جو ہے وہ اس چیز سے بچنے کے لیے اپنی 10 کی 10 جو ہے وہ انگلیاں جلا دی۔ دیکھیے بلند ہمتی ہر کام میں کام آتی ہے، ارادہ مستحکم ہر کام میں کام آتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رشوت لینا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اس میں ارادے مستحکم ہو، غلط کام کرنے کے لیے وہ رشوت لینا چاہتا ہے، لیکن اگر بلند ہمتی ہو تو وہ رشوت نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شہادت جو ہے وہ غلط شہادت پیش کرتا ہے، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل بناتا ہے، تو اگر اس میں بلند ہمتی اور ارادے مستحکم نہ ہو
वो ये काम आसानी से कर सकता है। खुलासा, जिस इंसान में इरादे मुस्तहकम हो तो वो अपने आंखों पे, अपने कान पे, अपनी जुबान पे गालिब आ सकता है। बस अगर हमें सब्र और तकवा चाहिए तो हमारे पास इरादे मुस्तहकम होना चाहिए। آیه دوم سوره لقمان آیه 17 خطاب به پیغمبر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. رسول من، هر مصیبتی که بر تو وارد می شود تحمل کن و اگر هم میبینی این تحمل به خدا به تو داد، صبر کردن بر مصیبت از نشانه های کیه؟ این که دارای عزم و اراده فولادین هستی. آیه سوم سوره احقاف آیه 35 باز خطاب به پیغمبر واصبر کما صبر واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. پیغمبر در برابر همه زخم زبانها، در برابر همه اذیت و آزاری که میکنن صبر بکن. قبل از تو هم مردان فولادینی مثل نوح، ابراهیم، موسی و عیسی بودن که اونها هم دارای صبر فولادین و اراده قوی بودن. برادران اساتید، آشقان خاک رو به سر پیامبر اکرم می‌ریختند. آیا پیامبر دست از هدفش برداشت؟ تو روایت داری شکمبه شتر، یعنی آشغال‌هایی که در شکم شتر بوده، اونها را به سر پیغمبر می‌ریختند. آیا دست از هدف برداشت؟ نه. دندان مبارک پیغمبر را شکندن، دست برداشت؟ نه. پاهای مبارک پیغمبر را سنگ زدن، زخم شد، خون جاری میشد که حضرت زهرا سلام الله علیها اومد پای پدر را میشست و مداوا میکرد. اینا اذیت و آزار جسمی. از بالاتر از اونها اذیت و آزار روحی. یکی از اینها را اگر به ما بگن ما فکر کنم از طلبگی هم درد بدیم. به پیغمبر چی میگفتن؟ انک لمجنون، تو دیوانی، عقلی رو از دست دادی. انک ساحر، تو آدم جادوگر هستی. مجنون بگن، ساحر بگن. اما پیغمبر همه رو تحمل کرد. چرا؟ چون همت پیغمبر همت بلندی بود، چون یه مقصد بزرگی داشته. میدونست اگر میخواد دینش جهانی بشه، غریب چند صد بت فقط کنار خانه خداست و اگر بخواد همه این بتها درچیده بشه و کنار خانه خدا فقط بانک لا اله الا الله بلند بشه، این کار آسان به دست نمیاد. صبر کرد، صبر کرد. همسر مکرمش ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها همه ثروتش رو برای دین داد، اما وقتی موقع وضع حمل
دختر مکرمش حضرت زهرا سلام الله علیها رسید، تمام زنان قابله مکه من شدن که برای وضع حمل خدیجه به کمک خدیجه بیان. جرم خدیجه چه بود؟ جرم خدیجه این بود که ایمان به پیغمبر آمد و تمام ثروتش رو برای اسلام داد، اما جناب خدیجه صبر کرد. دیگر شاگرد بزرگوار پیغمبر امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگه 25 سال صبر کردم. چه صبر کردی؟ نهایت سختی رو من تحمل کردم، مثل کسی که خار در چشم و استخوان در گلو. این کنایه است، یعنی نهایت بلا رو بر سر من علی آوردن، اما من علی همه اینها رو تحمل کردم. لذا مثل دیروز صبح وقتی شمشیر ابن ملجم بر فرق مبارکش فرود آمد، علی یه جمله گفت: فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم من علی دیگر راحت شدم. اینا الگوهای ما هستند. به پیغمبر خطاب میشه واصبر علی ما اصاب ان ذلک من عزم. باز نمونه ها، نمونه صبر و بلند همتی قمر بنی هاشم عباس بن علی بن ابی طالب. آقایان اینا رو ما میشنویم، دست راستش خدا والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق. دست راستش رو استقامت، دست چپ قطع شد استقامت، چشم تیر خورد، عمود به فرقش خورد، اما یک حالت تسلیم در عباس دیده نشد. اینا نشأت گرفته از چیه؟ بلند همتیه، اراده قوی. یه نمونم بگم عزیزان، ما وقتی اینها رو الگو قرار دیم ما هم میتونیم بشیم. چند سال پیش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی این رو من با چشم خودم دیدم و صحبت این جانباز را شنیدم. جانبازی بود قطع نخاع شده بود و از گردن به پایین دیگه فلج ساخته بود، فقط سرش تکون می‌خورد و زبانش باز میشد حرف میزد. اون موقع گفت بالای 20 خردی سال همین حالت هستن، یعنی یک جا دراز کشیده. خبرنگار ازش سوال میکنه آیا دلت نمیخواد که نصف شب بغلطی از چپ به راست، از راست به چپ، پهلو به پهلو بشی؟ آدم جسمش فلج شده اما روح داره کار میکنه. این جانباز چرا دلم میخواد نصف شب از راست به چپ، از چپ به راست بنشینم راه برم. و چی میکنی؟ و چشم باز میکنم میرم زن و بچم خوابن، دلم نمیاد زن و بچم رو بیدار کنم، خودم که نمیکنم. چی کار میکنی؟ و این خواسته را در درون خودم هضم میکنم، صبر میکنم. بعد خبرنگار سوال میکنه آیا الان به این وضع افتادی پشیمان نیستی؟ فرمود یک لحظه پشیمان
نیستم. چرا؟ چون من با خدا معامله کردم. کسی که با خدا معامله بکنه هیچ لحظه از عمرش پشیمان نمیشه. عزیزان، چی آدم به اینجا میرسونه، به این مقام صبر میرسونه؟ بله، قرآن میفرماید اراده قوی و بلند همتی. از استادمون آیت الله العظمی جوادی آموزی براتون بگم. ایشون میفرمود مقام جانباز از مقام شهید بالاتره. خیلی عرضه. مقام جانباز از مقام شهید بالاتره. چطور؟ فرمود شهید به یک نقطه رسید، اوج گرفت و رفت به لقاء خدا پیوست. جانبازم تا اون مقام رسید اما اوج نگرفت، دوباره برگشت. تازه باید بعد از مقام جانبازی یک جهاد دیگر شروع کند، اون جهاد اکبره. درست شد؟ شهید و جانباز هر دو در جهاد اصغر با هم شریک بودند، اما شهید اوج گرفت و رفت، اما این جانباز برگشت. تا زمانی که شهادت میخواد ریزیش بشه، زخم و زبان این اون باید بشنوه. چرا رفتی؟ ببین الان با تو چه کار میکنن. بله، همه این حرفا رو میشنوه اما در خودش حذف میکنه. میشه جهاد اکبر. خب اون جهاد اصغر به این جهاد اکبر همه مضمون چیه؟ محصول چیه؟ بلند همتیه. آدمی که اراده فولادین داشته باشه، بلند همت باشه، یک عمر در بستر جانبازی قرار میگیرد اما یک بار گله از خدا نمیکنه. دوسری آیت جو ہے وہ سورہ لقمان میں ہے، وہاں پہ بھی پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ صبر اختیار کریں. یہ جو ہے وہ صبر کرنا بڑے لوگوں کی علامت ہے جن کے ارادے مستحکم ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ احقاف میں بھی یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ صبر کا دامن مت چھوڑیے گا، جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر انہوں نے بھی صبر کیا. ظاہر سی بات ہے پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی سارے مصائب اور مسائل کا انہیں شکار ہونا پڑا. ظاہر سی بات، کوڑا پھینکا گیا ان پہ، ساری چیزیں، جتنی بھی اذیتیں، جسمی اذیتیں انہیں دی گئی، بہت ساری اذیتیں دی گئی ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. اب یہ جسمانی اذیتیں تھی، روحانی اذیتیں بھی کی گئی انہیں کہا گیا مجنون، دیوانہ کہا گیا، اس پہ بھی پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صبر کیا. اسی طرح حضرت خدیجہ کے حوالے سے جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا وقت نزدیک تھا، جو نرسز وغیرہ اس مکے میں تھی وہ ایک بھی نہیں آئی اس کی حمایت کے لیے. کیوں؟ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کیا تھا، لیکن صبر کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. علیہ السلام 30 سال جو ہے وہ انہوں نے صبر کیا کہ ان کی فرمائش جو ہے وہ ایسے صبر کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے آنکھوں میں ایک کانٹا اور گلے میں ہڈی. ظاہر سی بات ہے یہ اشارہ ہے ان سختیوں پہ جن پہ امیر المومنین فائز ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ صبر کیا. صبر کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ارادہ جو مستحکم تھا. اسی طرح قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جو ان کے ہاتھ وغیرہ دونوں کاٹ لیے گئے، ان کے سر مبارک پہ جو ہے وہ گرزہ مارا گیا. ظاہر سی بات انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے دین کی حمایت کروں گا اور اپنے بھائی کی حمایت کرتا رہوں گا. اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ ارادہ، مستحکم ارادہ چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ٹیلی ویژن سے جو ہے وہ ایک جانباز جو پیرالائز ہو گیا تھا، بس ایک ہی کروٹ وہ لیٹ سکتا تھا، ادھر ادھر نہیں
घूम सकता था बेचारा। तो उसके बारे में जो है वो उन्हें सवाल किया गया कि भाई आप जो है करवट नहीं लेना चाहते? कहते हैं कि हाँ मैं करवट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जब आंख खोलता हूँ देखता हूँ मेरे बच्चे सब सोए हैं, तो मैं उनको अजियत नहीं करना चाहता हूँ, उनको आवाज नहीं देता हूँ, बस ये मन ही में इस चीज को जो है वो खत्म कर देता हूँ कि भाई एक दिन आएगा इस वज़ियत से मुझे जो है वो रहाई मिलेगी। इसी तरह जो है वो आप इन्होंने फरमाया, जवादी आमिनी जो उनके उस्ताद बुजुर्गवार है, उन्होंने कहा है कि जो मकाम जानबाज उसका मकाम शहीद से बालातर है। क्यों? दोनों एक जगह तक दोनों आते हैं, दोनों मजरूह होते हैं, दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन शहीद हो जाता, परवाज करके शहीद होता है, लेकिन जानबाज जख्मी है तो उसके बाद वाले जो मराहल है उनको झेलने पड़ते हैं। कानून इन्होंने फरमाया वो जहाज असगर में दोनों शरीक थे, लेकिन अब जानबाज के लिए जो है वो जो जख्मी होता है जंग में, जाहिर सी बात है पैरालाइज होता है, तो उसके लिए बाद में ताने ये सब सारी चीजें उस नफ्स के लिए, नफ्स के साथ भी उन्हें जहाद करना पड़ता है, जिसको जहाद अकबर कहा जाता है। जाहिर सी बात जहाद असगर जो है उससे बड़ा जहाद अकबर होता है। خب در پایان عرائزم چون فردا به مناسبت شهادت مظلومانه مولامان امیرالمؤمنین درسمون تعطیله، اجازه بفرمایید سلامی بدیم به مولای مظلومان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از خدا بخواهیم ما را از محبان و شیعیان آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بدهد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا آرس اولین که یه نصف روزی وسطای روز دلم هوای علی را کرد و هوای گرم از خونه بیرون اومدم رفتم محضر امیرالمؤمنین، با چشم علی به من افتاد، صدا زد ما جاء بک یا حارس. حارس چه شده در این وقت روز؟ تو این هوای گرم تو رو به اینجا کشم. یه جمله گفت دیگه، صدا دادم یا علی حبک یا ابوالحسن، علی جان محبت تو منو کشان، محبت تو منو کشان. این خانواده کرمم یه وقت صدا زد ای حارس، اگر با صداقتی که گفتی محبت من تو رو کشان، منم صدا تو بیان میکنم یه ملی که قطر عشق برای علی بریزیم. اگه از ما سوال بکنه یه عشق برای چیه؟ بگیم حبک یا امیرالمؤمنین، این عشق ما ناشی از محبت به توی علی. چقدر شاعر زیبا گفته اون عمل را به خدا ثابت است، حب علی ابن ابی طالب است. بگیم خدایا
هرچی میخوای از ما بگیر اما محبت علی و اولاد علی از ما بگیر. صداقت آرس من علیم صدا جبران میکنم. اول فرمود اذا جاء نفسک آزاد، فرمودت من جایی که به سراغت میاد زمانی که نفسم به اینجا برسه. هدایت میکنی و مومنین اشارت جنوب جدد، یعنی وقتی میخواد نفسهای آزا رو بکشی من علی به سراغت میام تو و عند الصراط الهی که به سراغ میخوای بگذری اونجا نگران میشی من میام دست تو میگیرم که راه نگرانی به در میبرم. سبم بلود و عند المیزان اون کاری که میخوام حساب و کتاب تو برسن اونجا میگم خدا ایشان باید به من علی میرس ایشان شیعه منه یا الله یه جملم بگم آقای علی حسن الحسین مثل شبی که میاد پدر رو بردن نجم ده گردن موقع برگشت دیدن یک صدای نامه جاسوسی از خرابه بلند میشه. امام حسن فرمود حسین بریم ببینیم صاحب نامه کیه. رفتن دیدن گوشه خرابه یه پیرمرد نامی نام جزامیه ای داره با خودش میگه خدا الان 3 شب است اون آقای مهربان نیومده همونی که برام آب و غذایی آورد نیومده. امام مجتبی از کنارش نشست صدا زدن پیرمرد میشه نشانی از این آقا بگیر اسمش کیه؟ میگه این آقا میومد هر شب این نامه لقمه لقمه میکرد به دهانم میگذاشت آب به من میداد هر وقت سوال میکردم آقای مهربان نامتون چیه؟ میفرمود من بخشی از بندگان خدا هستم از نام من شیخان تا این دار زندگی رو دادم. صدا زدنهای پیرمرد دیگه منتظر این آقای مهربان نباش مالا از دفعه من میگردیم این نام شامی که تو میدی این آقا بگی چون آقای مهربانم امین بوده است. الا نعمت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ثواب التوسل رو در درجه اول اهدا میکنیم به روح قدسی اول مظلوم عالم مولا امیرالمؤمنین و اول مظلومه عالم حضرت زهرا سلام الله علیهما و برای همه گذشتگان که سالهای قبل بودن ولی الان در میان ما نیستن به ویژه هدیه میکنیم به امام شهدا مقام معظم رهبری. چقدر جالب نامش علی مثل جد بزرگوارش علی در ماه مبارک رمضان با زبان روزه شربت شهادت را نوشید. هدیه میکنیم به روح عرشی مقام معظم رهبری و همه شهدای این ایام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن
یا قدیم الاحسان بحق الحسین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى